اختلاف نظر بر سر مالکیت ایران و امارات در مورد جزایر سه‌گانه. اختلافات حاکمیتی میان ایران و امارات در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و حمایت اتحادیه اروپا از امارات با مخالفت و واکنش مردم و مسئولین کشورمان همراه بوده است. درود بر همراهان گرامی. در این مقاله علل بروز این اختلاف و روند ادامه اعتراضات مردم و مسئولین کشورمان را در خصوص این ادعای مالکیتی و دلایل آن برایتان بازگو خواهیم کرد. حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره پادشاهی هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد که در این دوران‌ها نظم و امنیت ایرانی بر سراسر پهنه آبی خلیج پارس و جزایر آن حاکم بوده است. ایران همچنین حاکمیت 50% یکی از مهمترین تنگه‌های بین‌المللی یعنی تنگه هرمز را داراست که نبض خلیج فارس را در دست دارد. جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک 3 جزیره از 6 جزیره ایرانی هستند که به جزایر قوسی مشهور هستند. اهمیت این جزایر به خاطر موقعیت نظامیشان است که به عنوان دژ دفاعی تنگه هرمز قلمداد می‌شوند. حاکمیت شمالی تنگه هرمز از آن ایران و حاکمیت جنوبی آن از آن کشور عمان است. از نظر جغرافیایی اصولاً خلیج فارس یک دریای عمیق نیست و جالب آن که عمیق‌ترین قسمت آن نیز که جهت کشتیرانی و به ویژه حمل و نقل کشتی‌های بزرگ مناسب میباشد، تقریباً در محدوده متعلق به ایران واقع شده است. لطفاً با لایک کردن ویدیو در ادامه با ما همراه باشید. در خصوص کشتیرانی در خلیج فارس و اهمیت جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک باید اشاره کرد که به علت عمق کم آب در تمام نقاط تنگه هرمز که از رأس مسندم تا بندر عباس امتداد دارد، کشتی‌های بزرگ قادر به عبور نبوده و مجبور هستند از ناحیه محدودی که معادل 15 کیلومتر است و عمق آب جهت عبور آنها کافی است حرکت نمایند. در قسمت شمال این معبره جزایر ایرانی قشم و لارک و هرمز قرار دارند. علاوه بر این، در ابتدای این راه عبور کشتی‌های بزرگ جنگی و نفتکش‌ها مجبور هستند از کنار جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی عبور کنند. با این وجود باید مهمترین دلیل اهمیت جزایر سه‌گانه را در مباحث نظامی جستجو کرد. این دو جزیره یعنی تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه ابوموسی بخشی از سیستم دفاعی حفاظتی تنگه هرمز و کرانه‌های جنوبی کشور را تشکیل می‌دهند و به علاوه موقعیت جغرافیایی آنها در عمق آب‌های خلیج فارس و همچنین در داخل 2 کریدور رفت و برگشت طرح ترافیک تردد بین‌المللی کشتی‌های آنها را از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار نموده است. لطفاً با لایک کردن ویدیو در ادامه با ما همراه باشید. ادامه خبر را با طرح یک پرسش ادامه می‌دهیم. چرا امارات و کشورهای عربی از سال 1971 تا 1978 سعی نکردند مسئله مالکیت خود را از طریق بین‌المللی حل کنند؟ مجید تفرشی، یک پژوهشگر ایرانی، مدعی است که 6000 سند در آرشیو بریتانیا در مورد سوابق جزایر سه‌گانه وجود دارد که مالکیت ایران را بر این جزایر اثبات می‌کند. این جزایر در سال 1948 میلادی به طور کامل به اشغال بریتانیا به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه درآمد. اما تا سال 1971 هیچ یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را نپذیرفتند و ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشت. در سال 1971 پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی این کشور از منطقه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک، پس از 70 سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغالگری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شدند و ایران و شارجه ابوموسی را به 2 ناحیه انحصاری اقتدار ملی تقسیم کردند. در سال 1992 ایران کنترل کامل این جزیره را به دست گرفت، اما امارات متحده عربی با همراهی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچنان اصرار بر مالکیت این جزایر دارد و بیانیه‌هایی از سوی اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا، روسیه، چین و آمریکا برای حمایت از امارات متحده عربی منتشر شده است. اما ایران این بیانیه‌ها را ادعاهایی بی اساس دانسته و بر اساس پیشینه تاریخی و فرهنگی این جزایر کاملا متعلق به ایران میباشند. این جزایر به دلیل همجواری با بخش عمیق خلیج فارس و اشراف بر تنگه هرمز که شاهراه نفت میباشد، اهمیت بالایی برای کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان دارد. به نظر شما آیا این درست است که با توجه به اسناد و مدارک موجود
و اینکه مالکیت این سه جزیره از دوران پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی بر همگان مبرز و مسلم است، باز هم بیانیه‌های اتحادیه اروپا و اتحادیه‌های کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و ادعای واهی امارات در این خصوص ادامه داشته باشد؟ به نظر شما آیا رأی بر حقانیت ایران صادر می شود؟ لطفاً نظرات خود را با ما در میان بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب کانال از ما حمایت بفرمایید.